این همیشه ما یک کس نکاح کردیم، همونجا اون بشر ما نصیحت کردیم. دامان زن گرفتن، دست زن را گرفتن، چی در اولی شب، چی مثال با من و شماها که صاحبی فرزنده، ایرا فراموش نکنید. هر باره که اراده بستر میکنی با همسرت، یاد خدا و ذکر الله و پناه بردن به خداوند از شر شیطان را فراموش نکنید. مردان پیش یکی اگر یگون بچه بیادبی میکرد، گفتن که ایرا پدرش مادرش بسم الله گفته قبیلگی نیستن. حضرت خدا رحمت چین میگو پدرش مادرش پریدگی بی تورات پریدگی میگو بیره. این گپ بیهوده نیست، این گپ اساس دارد. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم فرموده که یکی از شمایان هر وقتی که اراده همخوابگی با همسرتان میکنید، اولا بار پای به طهارت باش. اگر پای به طهارت هم نتونستی، فرصت نیافتی یا اینکه فراموش کردی، در بستر خواب که در آمدی دعا بکن. چی دعا بکن؟ گفتن اللهم جنبنی شیطان و جنب شیطان ما رزقتن. پروردگار مرا از شیطان دور بگردان، همسر مرا از شیطان دور بگردان و فرزندی که برای ما میتی در رحم زن، الهی او را هم از شر شیطان نگه بدار. اگر چنین دعا نکند، بسم الله اعوذ بالله گفته دعاها را نکند، پیامبر خدا فرمودن در حالت جماع شیطان هم همون آلت به آلت مرد یک جا کرده میدرارد. و کانال ستاره های